کشف عجیبترین سفینه غریبه ها در اعماق دریای بالتیک توجه جهانیان رو به خودش جلب کرد. آیا درباره پیکره های عجیب به ما دروغ گفتن؟ اگه میخوای بدونی عاقبت آدم فضایی ها چی شد، تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. در سال 2011 وقتی که دو غواص سوئدی به نامهای پیتر لیندبرگ و دنیس آسپک که جز غواصان حرفه‌ای هستن و در کارنامه کاریشون حدود 6000 غواصی موفق دارن، در دریای بالتیک بین سوئد و فنلاند متوجه شیء عجیبی در اعماق دریا شدند که اونها رو مات و مبهوت کرد. رسانه‌ها به شکل وسیع این خبر رو انتشار دادند و گمانه‌زنی‌ها راجع به اون به اوج خودش رسید. این قسمت دریا حدود 100 متر عمق داره و اکثر اوقات گل‌آلوده و علت اصلی این که تا الان نتونستن به ماهیت اصلی این پیکره عظیم پی ببرن همینه که دسترسی به اون کار دشواریه. وقتی این غواص‌ها دنبال گنجینه‌های کشورشون بودن، اتفاقی به شیئی برمیخورن که هیچ شباهتی به هیچ نوع کشتی شکسته، گنج و اشیاء قیمتی که تا اون زمان دیده بودن نداشته. حالا قبل از اینکه مشخصات این غریبه زیر دریا رو براتون بگم، لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید. با نزدیک شدن به این شیء عجیب و غریب و اندازه‌گیری ابعاد اون متوجه میشن که خیلی شباهت به سفینه فضایی و تا حدودی هواپیما هم داره و سوالات زیادی درباره این که چرا و چگونه وارد آب شده مطرح میشه. اینطور که در تصویر مشخصه، این پیکره طول حدود 60 متر و قطر 4 متر داره و شواهد و قرائن برمیاد حدود 300 متر روی کف دریا کشیده شده و یک سری آسیب‌ها رو به تپه‌هایی که تو مسیرش بودن وارد کرده. پس از نمونه برداری از فلزات به کار رفته در اون میفهمن که این فلزات در طبیعت وجود نداره و بعداً شخصی به نام پروفسور بولکر، استاد دانشگاه استکهلم، اسمشون رو لاینیتید و تریتید گذاشت. نکته بسیار جالبی که توجه همگان رو به خودش جلب کرد اینه که ما میدونیم وقتی بشقاب پرنده نزدیک لوازم الکتریکی و ماشین ها قرار میگیره همه رو از کار میندازه و این شیء هم همینطوره و هیچ ردیابی در نزدیکی اون کار نمیکنه و حتی وقتی اون دستگاه به سطح آب برمیگرده دیگه کار نمیکنه و غیر قابل استفاده میشه. با نگاه فرازمینی به اون یاد موجوداتی میافتیم که یک راز بزرگ برای بشر محسوب میشن و به اصطلاح آدم فضایی گفته میشن و این یه سوال خیلی بزرگ برای همه است که آیا آدم فضایی ها وجود خارجی دارن؟ خدایی چقدر هیجان انگیزه که این نظریه درست باشه. شما چی فکر میکنید؟ اعتقادات خاصی راجع به این شیء هست و عده‌ای از دانشمندان میگن که اینجا یک مکان مقدسه و زمانی در اون مراسم برپا میشده و قربانی میکردن. البته با وجود یک سری فلزات در ساختار این پیکره این نظریه رد میشه. سالهاست که تحقیقات راجع به این شیء غریبه همچنان ادامه داره و اینکه آیا یک شیء فرازمینی هست و یا اینکه عبادتگاه مقدس به حساب میاد و یا نه یک پیکره ساخت دست طبیعت هست، صحبت‌های خیلی زیادی شده. برای آشنایی با ناشناخته‌های دنیا کانال ما رو ساب کنید و زنگوله رو فعال کنید. اون طرف میبینمتون.